السلام علیکم و رحمت الله و علیکم برکاته. السلام و استاد رحمت جان خوب الله. هستید ان شاء الله؟ الحمدلله. استاد جان می درباره قربانی مال کلان چند کس خورشیدم ها میتونن؟ بهترین، من 6 فراموش کس 7 کردم کس. همین رو فراموش کردم من، سبحان الله گفتنش رو. در گوسفند 1 نفر است، در گاو و در شتر 7 نفر میتوانند. 7 نفر میتوانند یک گاو رو کشند یا در شتر هم، اما گوسفند رو 1 نفر. اما شما گفتید که نه ما گاو رو 3 نفر میکشیم، ما گاو رو 2 نفر میکشیم، با که ندارد. خیلی که در شتر 7 کس شریک شده میتوانند، لیکن پیامبر خیلی گفتیم تا 100 شتر قربانی کردگی هستند، اما 7 نفر میتوانند شریک شوند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله. استاد جان چقدر میدونیم عید قربان مثلا 2 روز 3 روز است، ما میتونیم به قربانی را مثلا در 2م روز عید یا اینکه 3م روز عید کنیم؟ هم بهترین از خواهر جان سوالتون. مسئله دیگر قربانی که من فراموش کردم، حتما باید پیوست کنیم این رو هم. قربانی خواهران عزیز در نزد جمهور علما، یعنی اکثریت علما، مذهب ابو حنیفه، امام مالک، امام احمد، روز 1، 2، 3 روز است. 1، 2، 3 روز. 3 روز بعد از اذان عصر الکی نمی شود. اما در مذهب شافعی 1، 2، 3، 4 روز هم حتی می شود. فهمیدید؟ بهترینش 1 روز است. نتوانستید 2 روز هم میتوانید، 3 روز هم میتوانید تا بگو. در مذهب امام شافعی حتی 4 روز هم میتوانید و در سنن ابو داود از حدیثشون، یعنی دلیل امام شافعی هم قوی است. دلیل امام شافعی هم قوی است که ایام تشریق همش ایام ذبح هست میگن، یعنی روزهای چه است؟ روزهای قربانی. 1، 2، 3 روز به حضور میتوانیم. روز 4 قبل در مذهب امام شافعی هم هست و شب و روز فرق ندارد خواهرا. یکی مثلا روزانه نشد، شبش اگر قربانی کردن هم 1 روز، یعنی روز عید شب بگاهی قربانی کردن هم باکی ندارد. و ایاکم ام عبدالرحمن. الله از شما راضی باشم معلمه جان. برای روزه شدن از همون گوشت قربانی میگفتید باید بگم معلمه جان؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم خواهرم روزی عید رمضان پیش از به نماز عید رفتن یگان شیرین خرما خورده می رفتن، اما در روز عید قربان هیچ چیز نمی خوردن. بعد از قربانی کردن 1 از گوشت پخته همون قربانیشان می خوردن، یعنی تا وقتی قربانی کردن گویا روزدار بودن، هیچ چیز نمی خوردند و بعد از قربانی کردن از همون گوشتش می خوردن. این سنت است. معلمه جان ما در آسیا هستیم، قربانی ما در تاجیکستان میشه، بر هم در همین روز قربانی عید عرفه میکشن چیره ذبح میکنن، میشه که با خرما که با آب کشیم روزانه؟ یگان مشکلات شما روزه نمیدارد، فقط پیامبر هیچ چیز نمیخوردند و بعد از قربانی یگان گوشت قربانیشان میخوردند. شما از بگورس چه خواستید میخورید؟